سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتار ساکنی راشد قلعه گلبدین زیابیکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در حادثه ماه می 10 نفر کشته و دیگرها بازداشت و به حکم‌های طولانی زندان محکوم شدند. سرکوب اعتراضها در بدخشان و حکم‌های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دوم تبدیل می‌دهد. حکومت تاجیکستان با سرکوب‌ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می‌خواهد؟ خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان به باور محقق امریکایی هدف اساسی و دراز مدت می باشد. واقعا آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری ها از روسیه. همه نشانه ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی بر رژیم گرفته می شود. ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید میکنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب مینامند. به باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دکبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدایی طلبی هراس دارند. می خواهم تاکید کنم که در اعتراضها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچگاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگویند که راضی هستند که در هیئت تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبثکار خشونت بودند. یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور، بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردم عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند. مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشن میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده ها در میان ساکنان ملکی را 34 نفر حساب کرده است. حامیان حقوق آمار بازداشت شده ها را جمع آوری می کنند. آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند. بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق شناسان و صاحبکاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنها را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنها را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمیدانم. رقم 22 در یادم مانده است. فعال حقوق بشر استیو سوردلوف میگوید آنچه که در بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیون فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه به جنایت علیه بشریت تاکید می کند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامیری ها است. مری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که ماه دکبر از تاجیکستان دیدن کرد، گفت حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. به باور او در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه انجام شود.